خیر و سخاوت و احسانکاری از فضیلت‌های خوب انسانی محسوب یافته. از قدیم الایام خلق تاجیک با نیکی و نکوکاری، همدردی و همدلی، دست کمک دراز کردن به نیازمندان و خبرگیری از حال و احوال همدیگر نسل امروز و آینده خود را تربیت می‌کند. نعمان حسنی 75 ساله رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت محلی وحدت شهر خوجند از زمره نفرانی است که محض با چنین کارهای خیر شغل می‌ورزد. او از سال 2016 این جانب با تأسیس مرکز احسانکاری و جمع نمودن سر و لباس و پایافزار استفاده شده از مردم و بعداً تقسیمات آن بین نیازمندان، عائله‌های سیرفرزند، کم‌پیزاعت و معیوبان بین اهالی معروفیت پیدا کرده است. مقصد از تشکیل نمودن نقطه احسانکاری این رساندن یاردم خالصانه بی‌غرضانه به مردم نیازمند، شخصان یکی تنها معیوب و حالت‌های مرکب زندگی دچار شده میباشد. از سال 2016 اینجا ما با این کار مشغول هستیم. سال از سال مقدار گیرندگان، مقدار سخاوت کنندگان افزایش شده است. من ببینید که چقدر در اینجا چقدر سر و لباس جمع شده که از این بسیار بودن سر لباس با لباس‌ها رو به خلطه انداخته و نوعی‌ها رو عمومی می‌کنیم. طلبات هست. من لباس مکتبی، لباس‌های خانم پوشک می‌بینم اینجا همه چیز رو می‌کنم. ما مومنتانه با اربچه‌های معیومی یارنام کنیم. از این من نعمان حسنوف قید کرد که طی 7 ماه سپری شده 1620 نفر مردم سخاوت پیشه شهر خوجند به این مرکز سر و لباس، پایافزار و قسما مواد خوراک سپردند و همزمان در این مرحله 1881 نفر نیازمندان برای خود و اهل عائله‌شان از این مرکز سر و لباس و پایافزار گرفتند. این دلیل ها گواهیان است که چنین مرکزهای احسانکاری الحال در همه منطقه شهر و ناحیه‌های ولایت ضرور است تا مردم دانند که به کجا چیزهای ضرورت پیدا نکرده را سپارند و نفران نیازمند به این مرکزها مراجعت نمایند.